سلام عرض ادب خدمت دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدید. امیدوارم که ویدیوهای قبلی رو دیده باشید. تو این ویدیو میخوام بهتون روش بازیابی و پیدا کردن پسورد اینستاگرام رو بهتون توضیح بدم. حتما تا ولی کلیپ با من همراه باشید. نکاتی که میگم شاید کمتر جایی به گوشتون خورده باشه. خب برای اینکه بخوایم رمز اینستاگرام رو بازیابی کنیم و عوض بکنیم رمز اینستاگرام رو، وارد منو همبرگر میشیم، روی اکانت سنتر میزنیم. روی اکانت سنتر که زدیم منتظر میمونیم تا لود بشه. خب نوشته پسورد اند سکیوریتی، یعنی رمزها، عوض کردن رمز. اینجا اکانت خودتون انتخاب میکنید. بعد اینجا رمز اگه یادتون بیاد که میتونید عوض کنید، که ما اینجا گفتیم یادمون نمیاد. فورگات پسورد بزنید. به ایمیل یا شماره تلفنی که روی اکانت اینستاگرامتون باشه یا ایمیل ارسال میشه یا پیامک ارسال میشه که شما میتونید رمز خودتون رو عوض بکنید. خب این روشی است که همه میدونیم، همه میتونیم عوض بکنیم. بعد ارزم به خدمت روش دیگه که من میخوام بهتون امروز آموزش بدم اینه که شما میتونید وارد قسمت تنظیمات گوشه خودتون بشید. داخل گوشه اندروید اسکرول کنید برید پایین، برسید به قسمت گوگل. به قسمت گوگل که رسیدید اینجا میتونید با زدن بر روی اتوفیل، این گزینه دوم، شما میتونید با زدن این و گزینه اولی میتونید پسورد هایی که داخل ایمیلی که روی گوشی شما سینک هست پیدا بکنید. روی گزینه رمزها میزنیم. روی گزینه رمزها که زدیم اسکرول میکنیم میریم پایین، قسمت اینستاگرام رو پیدا میکنیم. روی گزینه اینستاگرام که زدیم میگه پین کد گوشی خود را وارد کنید. اینجا من پین کد گوشی خودم رو وارد میکنم. موقعی که وارد کردم رمز پیج خودم رو به نمایش میذاره که اینجا به عنوان مثال رمز پیج من فون استور. اینجا من میتونم از اینجا اگر سیو کرده باشم پیدا کنم و کپی کنم و حتی ببینم و برم داخل برنامه اینستاگرام رمز خودم رو عوض بکنم. اسکرول میکنیم تا رمز پیج رو پیدا کنیم. این پیج منه، اینم رمزش هستش که حالا من نشون نمیدم به صورت موارد امنیتی. بعد اینجا میتونید شما روی کپی بزنید. کپی که کردید داخل کیبورد کپی میشه و میتونید به داخل اینستاگرام رمز خودتون عوض بکنید. یه مورد اینجا هست، یه مورد اینه که شما میتونید با وارد شدن بر داخل برنامه جیمیل و بعد وارد شدن بر روی، ببینید همونجوری که نشون دادم اول کلیپ، ریست پسورد اومد که چون ایمیل من روی اکانت اینستاگرام من سینک بود اینجا به هم نشون داده شد که یه دونه لینک ریست پسورد اومد که شما با زدن بر روی این ریست پسورد رمز اینستاگرام خودتون تغییر پیدا میکنه. خب حالا ما اینجا روی آیکون ایمیل خودمون میزنیم، مدیریت اکانتمون میزنیم روش، چون انگلیسیشو میدونید من فارسیشو میگم واسه اونایی که انگلیسیشون ضعیفه. خب عرضم به خدمتتون وارد قسمت امنیت میشیم، اسکرول میکنیم میریم پایین و دنبال گزینه مدیریت پسورد ها میشیم. اینجا که زدیم اینجا مثل همون گزینه داخل اپ داخل تنظیمات بود که بهتون نشون دادم. اینجا روی اینستاگرام میزنید، گذرواژه گوش خودتون رو وارد میکنید. بعد که زدید وارد شدید اینجا دنبال اکانت خودتون میگردید. موقعی که اکانت خودتون رو پیدا کردید، من چون یه بار پیدا کردم دیگه نمیخواد. موقعی که اکانت خودتون رو پیدا کردید میتونید خیلی راحت رمز پیج خودتون رو تغییر بدید. خب الان یه روش دیگه هم هست، اینه که شما میتونید روی آیکون خودتون نگه دارید. بعد ارزم به خدمتتون روی اضافه کردن حساب بزنید. روی اضافه کردن حساب که زدید بعد از اینجا رمز خودتون رو تغییر بدید. اینجا آیدی پیج خودتون رو میزنید.
آیدی پیج خودتون رو که وارد کردید اینجا روی فرگات پسورد فرمایش رمز میزنید، اینجا میزنید که کن ریست پسورد، روی اون گزینه که زدید البته باید آیدی رو بزنید، آیدی رو مجدد وارد میکنید، روی گزینه کانتینیو میزنید، اگر نبود روی کن ریست پسورد میزنید. بعد برای شما میگه که یا ایمیل ارسال میشه، اگر با یه گوشه دیگه امتحان کردید یا ایمیل ارسال میشه دوباره به ایمیل هاتون، یا براتون کد SMS میشه، یا هم که میتونید اینجا چون آپدیت هست اینستاگرام من میتونم رمز جدید بزنم و از همه دیوایس هایی که استفاده میکنم خروج بکنم. ممنون که تا آخر این کلیپ با من همراه بودی. بفرست برای دیگران چون مطمئنم به کارش میاد.